کنم. خب پس اونجوری که چیز هستش شما فرمودین اون یلدا مارکتر میخواین اون رو از اون برگردین استفاده کنیم. پله اولی که میایم کاری رو انجام بدیم این هستش، میایم برمیگردیم ببینیم که فقط جیمیل براشون باز هست یا نه، که اون جیمیل یلدا مارکتر رو بتونیم بگیریم. ظاهرا این الان بیارمش این ورتر. خب جیمیلی که میخواین باز بکنین میان چیکار میکنین؟ اول روی این پروفایلتون هر چی هستی میزنین، بعد اینجا برمیگردین نوشته show more accounts اینو میزنین، بعد اینجا نوشته add another account یعنی یه اکانت دیگه اضافه کن، اینو میزنین و اینجا برمیگرده که میخواد برگرده بپرسه که کدوم اکانت رو فکر میکنه یه شما یه جیمیل دارین الان با یه جیمیل دیگه میخوایم وارد بشین، میگیم نه. اینجا میزنیم میگیم که کرییت بکن یه اکانتی رو برای ما، یعنی یه جیمیل جدید برامون بساز. درست؟ اینم برای پرسونال میزنیم و میریم جلو. میگیم بعد میپرسه که مثلا اسم چی هستش، شما برمیگردیم میزنین چی؟ ببخشید. آره، پریسا. بعد اینجا میشه بدرود و بعد اینو برمیگردیم نکس میکنیم. تاریخ تولدشون چند بود؟ 17 17 ده هفت بود. 7 بود 10 بود چند بود؟ 7 بود فکر کنم. 4 5 6 7. چون 7 یادمه که شما 7 گفتید. اینم 17. اینم سالش هم که 1980 بود. ولی الان دوباره من اینجا چک کنم که چیز میخوای من نشیم. چک کنم یا نه شما دارید؟ نه دارم چک میکنم. 17 7 1980. 17 اینم هفته 2 4 6 7 حالا 1980. و بعد اینم که فیمیل. بعدم اینجا نکست. بعد میگه، بعد داره پیشنهاد میده دو تای اول رو که مثلا از این استفاده کنیم، بیای مثلا بدرود پریسا بازه اینو برگردین استفاده کنیم، یا مثلا میگیم نه ما میخوایم یه دونه برای خودمون درست کنیم. create your own gmail address. حالا جیمیل ادرس اون چیه؟ میزنیم یلدا مارکتر. ببینیم یلا مارکتر درسته دیگه؟ بله. دو مارکتر. این ی- نوشتنش هم راحته. بله بله. آها. یلدا مارکتر. و بعد اینم برمیگردیم نکس میزنیم این آزاده یا نه. بله آزاد بود خدا رو شکر. اینجا برمیگردیم ارزم به حضورتون میزنم چی؟ لیلا. میزنم لیلا علامت تعجب 2025 علامت تعجب. البته تعجب. اینم میزنم چی؟ لیلا علامت تعجب 2025 علامت تعجب. درسته؟ اینم بله. اینم برگشتیم اینجا اینو زدیم و نکس میکنیم. حالا ریکاوری ایمیل میخواد ازتون. این جیمیل اصلیتون کدومه شما؟ شخص خودتون اه، یا؟ 76 پس میشه بت رود رود 76 76 at جیمیل دات کام. gmail.com. درسته الان؟ بدرود 76. بله. میذاریم نکست. اینم اینجوری شد. پس اینم نکست و ارزم به حضورتون اینم وان استپ بر جلو. نکست. اینم از اینجا اکسپت میکنیم آل. میایم پایین کانفرم میکنیم، میایم پایین اگری میکنیم. بسیار عالی براتون باز شد. حالا اولین کاری که میکنیم اینه که من روی میزنم چک میکنم یلو مارکتر @gmail.com. پس درسته این. و اینجا میبینید یه دونه علامت قلم داره. بله. این قلمه رو برمیگردم میزنم، میگم یه فوتو برای من اضافه کن، از روی کامپیوترم اضافه کن. درسته؟ حالا چیکار کن؟ میگه که تیک پیکچر کنم، یعنی میخواد از دوربینتون نگاه کنه ازتون فیلم بگیره، ازتون عکس بگیره. میگیم نه آپلود بکن از کامپیوترم. خب
خب اینم عکسم هستش. اینم اوپن. و قشنگ میاد خودش برمیگرده فیت میکنه. حالا شما یه خورده میخوای برگردی مثلا اینجوریش کنی که خورده سنتر در بیاد اینجوری. اینم میگیم نکست. اینم سیو پروفایل پیکچر و سلام نامه تمام. اینم عکستون اینجا برگشت خورد. اینم از این. حالا چی کار میکنیم؟ پله بعد میریم در یه مبلغی باید الان پرداخت کنیم. میتونین، مشکل ندارین؟ باید کارت داشته باشم؟ آره، بین 100 تا 200 پونده. به خواهرم بگم پرداخت کنه، اشکال نداره الان؟ اگه کارتشونو دارن بگیرین ازشون که گوشیش میزنه. نه اون که اینجا نیست، خونه خودشه، همین نه پریسا بدی. نه، شماره کارتو بعد تاریخ اکسپایر دیتش رو با رمز دومش رو سی وی ویش ازشون بگیرین. الان بذار برم جلو خودتون ببینین که قضیه چی هستش. برای اینکه بخواین آدرس مغازتون رو، اون www رو توی آنلاین بخواین بگیرین. الان یه ذره وایسین، اون یکی خواهرم میاد، به اون باشه باشه میگم باشه. کجاست. پس برای اینکه بخوایم اسم کمپانیتون رو ثبت بکنیم توی فضای آنلاین، یه سری از کمپانی ها هستن که این کار رو میکنن. مسئول این کار هستن، کارشون اینه. پس بله ما مجبوریم که بریم از اونا ریکوست بدیم که اینا این کار برامون انجام بدن. کسی که داره با دریم تیم و اینا کار میکنه، یکی از معروف ترینشونه به نام GoDaddy. درست؟ این اسمش گوشه GoDaddy.com. آره، این یه قولیه برای خودش و تمام دنیا این آفیس داره. آه این آفیس داره. آره، ببین اومد اینجا. خب این الان نوشته گوددی یونایتد کینگدام. امریکا داره، کانادا داره، استرالیا داره، هر چی شما بگید داره. این چی میگم؟ خب وقتی که اومدیم تو مغازه این که ببینیم که جریان به چه صورتیه، برمیگردم چیکار میکنم؟ میام اینجا ساین این میکنم. ولی چون من چیز ندارم، اکانت ندارم با این، یه رجیستر نکردم بار اول. یادتونه تو هر مغازه‌ای که بخوایم بریم اول باید یه ساین این بکنم. بله. بنابراین بعد چیکار کنم؟ کرییت ان اکانت بکنم اینجا. پس یه اکانت باش درست میکنم اینجا. خب میگه که با چی میخوای درست کنی؟ از طریق فیسبوکت، از طریق جیمیلت، یا از طریق یه ایمیل خاص؟ میگم نه، از همون طریق جیمیل هم این کارو بکن. کانتینیو ویت گوگل. میگه با کدوم یکی از اینا میخوای کانتینیو کنی؟ نگاه میکنم اینم خب این یلو مارکتر @gmail.com اینو میخوام. درسته؟ اینو برگردم میزنم و میگم کانتینیو میکنم. خیلی خوب، برام ساخت. اینا ببینید به نام پریسا اینجا برای من ساخت. درسته؟ یعنی اطلاعات اونو برداشت آورد گذاشت اینجا برای من و برای من ساخت. حالا من چیکار میکنم؟ اینجا توی این برمیگردم میرم روی کجاست؟ ارزم بزرگتون اکانت ستینگ. میارم رو اکانت ستینگ. درست؟ اول فول نیم هم اونجا عوض میکنم چون قراره مالکیت وبسایت براتون بخوره. خب اینجا خب مالکیتش میشه چی؟ میشه لیلا. درست؟ این لیلا هستش و اینم آپدیت. اینم از این. بعد آدرس و این چیزا هم که حالا بعدا مشکل سر اونش نیست. آدرس هم بس الان بزنم. پس بذار اول بازم خونه خواهرم بزن دیگه. بذار همین پریسا بزنم اینجا. من چون دو تا داریم میشیم میخورده سخته برای من که بخوام تفکیکش کنم. حالا اینم از این. بذارین این کپی. خیلی خوب. این وی.
اه، چرا؟ بیا، آها اینجاست دیگه، بیا لندن. همینه دیگه. بله. اینم از اینجا. خب اینم سیف کردیم. خب اد پرایمری موبایل فون. پرایمری موبایل فون چیه؟ روی گوشیتون، فکر کنم یه ایمیل اومد، نه؟ رو گوشیتون چیزی نیومده؟ چرا یه ایمیل اومد فکر میکنم از گوگله. چی اومده؟ گفته چی؟ نوشته someone edit بدرود 76 at gmail.com. نه اون، نه اون نیست، اون نیست. اون همونیه که نه اون همونیه که من برگشتم چیز کردم. برگشتم بکاپ گذاشتم. نه اون نه دیگه نیست. هیچی نیومده. نیومده. اوکی، صبر کنید من اینو ببینم اینجا رو. 11 دقیقه هم بوده. 3 دقیقه پیش بوده. این فعلا اینجا مشکل نداریم باش. اینو ببندم، یه صفحه دیگه باز کنم. خانم بدرود، بله. یه بار خواهشن بذار ببینم اینجا این چی میگه. خب اینجا اگر این داره میگه، بیا اینجا. بله، یه بار لطفا یه کاری بکنین. دستگاهتون رو من الان از اون بریم بیرون. دستگاهتون رو یه خب. خاموش روشن بکنین. آها باشه. روشن کردین از رو دوباره. من برم بیرون. آره آره، من شما رو میفرستم بیرون. بعد ارزم به حضورتون دستگاه رو خاموش روشن کنین و یه بار دیگه برگردین تو زوم لطفا. باش. باشه، مرسی.